الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. در این صحبتم قسم دوم میخواهم ان شاء الله دلیل ها را از قرآن و سنت و علمای این امت بیان بکنم که حکم کردن به حکم غیر الله سبحانه و تعالی این البته که کفر است و شرک است و کفر حکم و کفر تشریع اینها نه فقط کفر اعتقادی بلکه کفر عملی هستند. بالخصوص کفر تشریع که معروف و معلوم است، اما کفر حکم هم کفر اعتقادی و هم کفر عملی هست. بله، فرق ما و فرق جهمی ها بگویم محمد شریف عبدالعلیم برادرش و جماعتش این است که اونها طاغوت پرستند و ما براءت خود را از طاغوت اعلان کردیم. والله وقتی که این دو سه ویدیوهایی که تسجیل کرد و ساخت و گذاشت، از یک جهت دلم به این خوبسا به این جهمی ها سوخت که سبحان الله چندین سال است در طرف گویا در طلب علم هستند اما باز گمراهند. البته حقیقت اینها همین است که طلب علم هم نکردند. حتی محمد شریف عبدالعلیم یک بار گفته بودم که اینا در ازهر مصر خوندند، او گفته بود بله ما خوندیم. کذابی هستی محمد شریف عبدالعلیم، کذاب هستی، بسیار دروغ ها میگویی، تهمت هایی که میکنی دروغ است در حق بنده. و حتی خودت را گفتیم بله ما در ازهر خوندیم. در ازهر تو را اجازه ندادن، حتی از سبب اینکه همونجا هم نتوانستی که بخونی، از اعدادی تو را دفع کردند. تو نمیتوانی بگویی که من در ازهر خوندم. برای چی؟ برای که کسانی که در ازهر خوندن به من تماس گرفتند و گفتند که برادر این محمد شریف جهمی در ازهر هم تعلیم نگرفته است. اگرچه ازهر رو ما قبول نداریم لیکن علم ازهر رو هم این ندارد. این میگردد این طرف و اون طرف و یک کتابی رو گرفته و حرکت هایش رو گذاشته و با حرکت بازی کارش همین طاغوت پرستی است و به علم و در نزد علما نشسته و در بگویم نزد علمای اهل سنت و جماعت نآموخته خود را یک بزرگ می شمارد که البته الله خودش حقیر کننده و خودش شرمنده کننده است. شما فکر نکنین که وقتی که شما در حق ما صحبت کردین ما یا می ترسیم یا که بگویم عزتمون می رود. نه والله، عزت از جانب الله است. تمام این دنیا اگر جمع بشوند و بخواهند که به ما ضرری برسانند نمی توانند، بخواهند که ما را گمراه بکنند نمی توانند، زیرا که الله است صاحب قلب ها و دین ما از حجت گرفته شده است، از قرآن و سنت به فهم سلف امت. ما مثل شما متعصب به یک انسان نیستیم. ما پیروان جهمی های طاغوت پرست نیستیم. ما شاگردای طاغوت پرست ها نیستیم. بمانند شما که شاگردان رسولان هشام البیلی، محمد ابراهیم القبه که این معروف ترین این حرف شما جهمی ها و جماعت شما شیخانتون همین است. محمد تامیر شرم نکرده از رسولان سخن میکنه. روین رسولانتون را بیاموزین که خودتون بین خودتون چی حکم ها رو کردین. رسولان هشام البیلی را حکم گذاشته که گمراه است. هشام البیلی این راش را حکم گذاشته که گمراه است. شما بین خود همه به همدیگر حکم گذاشته اید و شما متهمید. چرا که متهمی شما این است که بین خودتون را متهم میکنید. شیخای شما یک دیگرشون را متهم میکنند.
حتی شیخ‌های شما میگن که فلان گپ را گفت که در فلان کتاب نیست، دروغ گفت. این چیز در بین شما است. متهم‌های طاغوت پرست. علمای ما همه یک هستند و همه یک قول میگند و ما علم را از علما میگیریم و ما الحمدلله جامعه را ختم کردیم و دیگرش درجه دیگری که شما از اون شنیدنش میترسید ختم کردیم و داریم انشاءالله ختم میکنیم و در نزد علما نشستیم و علم وسائل را و علم اصول را و بالخصوص عقیده را مختیم. شما چرا از موضوع عقیده میگریزید و میروید به دیگر موضوع؟ مگر برای شما مهم نیست؟ عقیده شما مهم نیست؟ برای شما دین مهم نیست؟ مگر برای شما فقط طعنه زدن و شکست نخوردن مهم است؟ کمی فکر بکنین، انصاف بکنین که شما دینتون در خطر است. ای جهمی ها، شما دینتون در خطر است. شما گمراه گشتید. شما مردم را تا امروز گمراه میکردید، اما بعد از این نمیتوانید. زیرا که مثل ما طالب علمان اهل سنت و جماعت در این میدان وجود دارند که شما خوبسای فروخته شده به پولی مدخلی ها زندگی کننده متعصبی مدخلی ها شده را ما بیان میکنیم. بیان میکنیم که شما طاغوت پرست هستید. بیان میکنیم که شما مشرک را مسلمان میگوید و مهربانی میکنید و موحد و مسلمان را تکفیر میکنید. شما تکفیری ها شمایید، جهمی های غلات هم شمایید. دو چیزی که به هم دیگر والله اعلم جمع شدنش را حتی انسان قریب که تصور نمیکنه، لیکن شما جمع کردید. اهل توحید را تکفیر میکنید، شما خوارجید و طاغوت را مسلمان میگوید و به خاطر طاغوت میمیرید. همه طالب علمان مصر را طاغوت ها جمع کردند و روان کردند، اما شما طاغوت پرستانی که اونجا دفاع از طاغوت میکنید گذاشتند تا که مردم را گمراه بکنید. پس مردم بدانید، ای مردم بدانید که شما به کدام سو رفته ایستادید. این طاغوت پرستا تا امروز چرا خاموش بودند؟ چرا که در حق اینها کسی صحبت نکرد. اینها هم در زیر برگ ها میگشتند. لیکن ما بیانشون میکنیم. هر چیزی میخواهید در حق ما بگویید، هر صورتی ما را پیدا بکنید، پهن بکنید و به طاغوت ها برسانید. ویدیوی ما را گذاشتند، به طاغوت ها سیگنال دادن که منم این است، شما را بد میبیند، شما را تکفیر میکند. اما ما دوست شماییم، مرحمت به شما پیدا کردیم. کوچه های ما را، نام های ما را، نام های باباها و رقم درهای ما را بگذارید و بدید به طاغوتتان. اما بدانید که ما الله داریم. تکیه ما به الله هست. تکیه ما به الله هست. و ما میدانیم که شما طاغوت پرستان را الله خوار و ذلیلتان میکند. شما هیچ گمان نکنید که این میدان خالی است. نه والله، این میدان طالب علمان دارد و به هر یک کلمه شما، به گمراهی شما، به شما جواب میدهد. حرف بازی شما، حرکت بازی شما این بیهوده است. هر طالب علم در خوندن چخیلی که ما در رد اول بیان کردیم خطا میکند و ما شما را دعوت میکنیم. اما اصول دین چیست؟ بیایید در اصول دین صحبت بکنیم. بیایید دلیل ها را بیاریم. ما به شما بار دیگر ای مردم میگوییم، مراجعت ما به شما ای مردم است، نه به این جهمی ها. این جهمی ها اگر الله هدایتشان نکند هیچ کسی نمیتواند که هدایت بکند. البته هدایت در دست الله است و هیچ کسی حتی سبب هم شده والله علم نمیتواند. اینقدر متعصب شدند، اینقدر کور نابینا شدند، اینقدر جهل به قلبشان داخل شد، جهل مرکب که هر چیزی رو خواستند به هر گونه تأویل ها و طعنه ها و بازی ها انکار میکنند. اما ما به طالب علمان و به برادران اهل سنت و جماعت میگوییم که هر کسی که به حکم غیر الله سبحانه و تعالی حکم کرد این کافر است. یک کفر دومش، دومین نمود کفر مستقل، باز هر کسی که قانون را برآورد مخالف قانون الله کافر است. هر کسی که به اختیارش، به ارادهش، بدون اکراه اختیار کرد و به محکمه های طاغوتی مراجعت کرد
مشرک است. هر چیزی میخواهید بگویید، راضی شوید نشوید، حقیقت همین است. و البته که در این مسائل در نزد الله سبحانه و تعالی من و این جهمی ها روبرو میشویم و سخن میکنیم. تمام علمای اهل سنت و جماعت همین سخن رو گفتند. پس شما فکر نکنید که فقط همین یک آیت از سوره مائده 44 45 و 47 هست و تمام دیگر در مسئله حکم و آیت نیست. ما 10 حلقه رو در مسئله کشف شبهات اهل بدعت بیان کردیم. در 10 حلقه فقط آیت ها رو بیان کردیم. بار دیگر میگوییم سوره مائده 44 دلالت میکند به کفر اکبر، زیرا اصل الکافرون اکبر است. خیلی شیخ الاسلام میگویند هر کلمه‌ای که به پیشش الف لام آمد این دلالت به کفر اکبر میکند. و این روایتی که جهمی ها میآورند و میگویند که کفر دون الکفر است از هشام ابن جریج است، ضعیف است. و این را سلف این امت ضعیف گفتند. یحیی ابن معین و علی ابن المدنی گفتند این روایت هشام ابن جریج ضعیف است. و ما اهل سنت و جماعت میگوییم جهمی ها نه، جهمی ها شاید روایت منکر و موضوع رو هم به خاطر مذهبشان بگیرن، لیکن ما اهل سنت و جماعت میگیم به خاطر ضعیف بودن این حجت ما این حجت رو، این اثر رو قبول نمیکنیم، این کار میکنیم. بلکه به عوض این دیگر روایت داریم که به جای هشام ابن جریج عبدالله آمده است. عبدالله از پدرش طاووس روایت میکند که ابن عباس میگن که این کفر است، یعنی کفر اکبر است وقتی که مطلق گفته شد. و همین سخن رو که میگند انا من عیناً سخن من رو شیخ حمود ابن عقل شعیبی میگند. البته این علامه رو جهمی ها نمیشناسند. جهمی ها غیر از دو سه یعنی علمای جهمی خودش که در مصر است و در سعودی یک چند نفر است، غیر از این دیگر کسا رو نمیشناسند. اینو این علامه کی بود؟ حمود ابن عقل شعیبی استاد فوزان است. کسی است که به ابن عثیمین تزکیه داده است در اولهای امرش. و هم کلاس بگیم، یعنی کسی هست که همراه ابن باز 2 نفر هر دوشان نشسته در نزد محمد ابراهیم خوندند. و همین سخنی در مسئله کفر دون الکفر که اومده است و ضعیف گفتنش و رد کردن به جهمی ها رو محمد ابن ابراهیم استاد ابن باز گفته است. و همین رو از علمای معاصر شیخ عبدالعزیز هم میگند، الراجحی، و این چنین صالح آل شیخ، و این چنین محمد امین شنقیطی از علامه گذشته، و این چنین مقبل وادعی که این جهمی ها این رو هم کمی قبول دارند و تمام علما میگند. لیکن این جهمی ها از خودشان یک قاعده نو برآوردند. این جهمی میگوید که اگر در بین مردم مشهور شده باشد میگیرین. نه والله، چیزی که ضعیف است مشهوریتش به او هیچ فایده ندارد. حتی علما کتاب ها نیستن. شما جهمی ها میدانند که حدیث های مشهوری که ضعیف است گفته کتاب نوشته و این کار کردند. شما جهمی ها دین را میخواهید دیگر بکنین، لیکن الله خودش حفظ کننده دین است. پس بدانید که هر کسی که به حکم الله نازل کرده حکم نکند پس او کافر است، کافر اکبر، خارج از ملت اسلام است. و هر کسی که قانون برآورد، این با قانون برآورنده با کافر است و مرتد است. و هر کسی که اینها را طرفداری بکند و قانونهای اونها را دستگیری بکند و اینها را مسلمان شمارد و ولی الامر داند و این حکمهای دموکراتی برآورده را سبحان الله هیچ باکی ندارد بگوید به کفر بواه، این هم واقع شده است. زیرا که کفر به طاغوت ندارد و لا اله الا اللهش قبول نیست. و ایمان این جهمی ها در خطر است. ایمان این محمد شریفی عبدالعلیم و برادرش و جماعتش، ایمان همه این مدخلی ها در همین باب و بعد از این در باب عذر المشرک در 2 باب بزرگترین در خطر است. و بعد از این در باب الولا و البرا و در دیگر باب که همه اش باقی می رود به زیر کفر بالطاغوت. اینها کفر بالطاغوت ندارند، اینها طاغوت پرستانند.
و این سخنی که حالا من به تاجیکی گفتم، این سخنی شیخمون الله حفظش کند، شیخ سلیمان العلوان است و شیخ حفظش کند الله علی بن خضیر الخضیر است و شیخ صالح آل شیخ است که میگوید که هر کسی که به حکم غیر الله حکم کند، مطلقاً حکم کند در یک قضیه و قضیه یک دونه است بلکه مطلقاً حکم کند، این کافر است میگد. پس بدانید ای عذری ها که شما جاهلید و جهلتون جهلی مرکب است. مرجعه های غلط از سخن بعضی از علما، از سخن های بعضی از علما جهمی های این عصر شمایید و این جهلتون دلالت میکند که شما قرآن و سنت را به اصول و قواعد اهل سنت و الجماعت نمیفهمید. شما به نفس و به هوا و به شکم خود میفهمید، به همون قاعده طاغوت پرستیتون میخواهید که بفهمید، به همون قاعده که به همون اصولی که علمای اهل سنت و الجماعت در تفسیر در بیان حدیث از اصول فقه گذاشتند نظر بکنید که نتیجه به حق رسیدن است. اما وقتی که نظر نکردید گمراه میشوید. عبارت به عموم لفظ است، نه به خصوصی سبب که اینها با میگویند که این آیت نازل به یهود و نصارا شده است. مختصرا میگیم العبرت به عموم لفظ لا به خصوصی سبب. پس آیت دومی که به همین آیت علما حاکم را تکفیرش میکنند، این از سوره نساء است که الله سبحانه و تعالی میگه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خود علما بیان کردند که این آیت سه اصلی بگویم سه مراتب این دین را در بر میگیرد: اسلام، ایمان، احسان. و این سخن شیخ سعدی و دیگر سخن علما است. الله قسم خورده شده است که ایمان ندارند، ایمان نمی آورند، حقیقت ایمان را، اصل ایمان را، تا همان زمانی که تو را ای محمد صلی الله علیه وسلم حکم بینتون داور قرار بدهند بین خودشون در آن مسائلی که اختلاف کرده اند، تو را در بینشون داور قرار بدهند و بعد از اینکه تو حکم کردی در نفسشون هیچ حرج، هیچ خجالتی، اضطراری را پیدا نکنند به اون چیزی که تو قضاوت کردی و 100% تسلیم بشوند. نظر بکنید به همه سخنهای سلف که در مسئله لا یؤمنون چی گفتند. نظر بکنید به سخنهای ابن جریر الطبری، بغوی، سعدی، ابن کثیر که چی میگویند و علمای اهل سنت و جماعت و بخصوص علمایی که اهل سنت و جماعت این سخنها را تفسیر کردند، نه به علمای مدخل. نظر بکنید میگه حقیقت ایمان را ندارند. این سخن را خود ابن باز هم گفته است. نظر بکنید به فتواهایش، یعنی نه به معنای اینکه حقیقت ایمان گفته آشکار گفته باشد ابن باز، بلکه دولت‌های کافری را ذکر میکند. حالا ما بعد از کمی از سخن شاگردشون ذکر میکنیم و بعد از این آیت را میآورد و سعدی ذکر میکنند و محمد امین الشنقیطی ذکر میکنند و دیگر از علما ذکر میکنند و احمد ابن حمود، شیخ احمد ابن حمود این چنین ذکر میکنند و اساس همین است که حمود ابن عقله شعیبی علامه بیان میکنند که این آیت نص صریح و واضح است برای نبودن ایمان. نبودن ایمانی همون کسی را بیان میکند که حکم بغیر شریعت الله بکند. یعنی این آیت آشکار واضح بیان میکند که هر کسی که به حکم غیر الله حکم میکند این کافر است، این ایمان ندارد. لا یؤمنون یعنی حقیقت ایمان رو ندارد، این کافر است. زیرا که میگند لأن الله اقسم فیها، زیرا که همانو که به درستی که الله قسم خورد در همین آیت علی انتفاء الایمان عن المرء، بر نابود شدن ایمان از همین انسان،
از همین مرد تا همان زمانی که سه چیز به وجود بیاد. یکمش این که تحاکم به سوی شرع الله بکند، اصل ایمان گفتن. اما در زیرش بیان کردند که اما امروز گفتند مرجئه ها حرکت میکند، محاوله میکند که این آیت را هم به معنای جهمیگی برد و بگوید که در اینجا انتفاع ایمان نه این که حقیقت آمده است بلکه نفی کمال ایمان آمده است. بلکه میگن این سخن اینها سخن جهمی ها است، بلکه علمای اهل سنت والجماعت میگن که نفی حقیقت است. و در دوامش میگن که و ما علم هؤلاء الجهله ان الاصل في الكلام العربي الحقيقه. این جهلا، این بگویم جهلهای مرکب نفهمیدن که همانا که اصل در کلام عربی این حقیقت است نه مجاز. ولا يصار الى المجاز الا اذا اقترن به قرینه. معنای آیت رو ما از معنای ظاهری حقیقیش به مجاز نمیبریم تا همون زمانی که یکون قرینه وارد نشود یا یکون قرینه نبیاید که به ما واجب کند که لفظ رو از احتمال حقیقیش به احتمال دیگر ببریم. پس بگوید که جهمی ها بگوید که به کدام قرینه این آیت رو از حقیقت به مجاز میبرید. پس محمد شریف عبدالعلیم، چخیلی که خودت میخواهی سخن رو دراز میکنی، محمد شریف عبدالعلیم کجا است سخنهای اهل سنت و الجماعت که این آیت را از حقیقت به مجاز ببرند؟ وجود ندارد. سخنهای علمای جهمیت قبول نیست. اینها متهم هستند، اینها طاغوت پرست هستند. رسلان، هشام البیلی و دیگر علمایت را بسرت بزن، زیرا که اونها را امت شناخته و اونها مدخلی و خیانتکارند. امیرالمؤمنین اونها سیسی است، یک مرتد هست. پس آیت دیگری که با همین آیت حاکمهای بغیر ما انزل الله را کافر می شماریم و حکم کردن به حکم غیر الله را کفر شرک می دانیم و کسانی که حاکمهای مطلقاً به حکم غیر الله حکم کننده را کافر نشمارد اونها را جهمی می شناسیم. این آیت است که الله میگوید الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. سبحان الله. آیا دیدی آنهایی را که آیا ندیدی کسانی را که دعوا میکنند؟ یزعمون، کلمه یزعمون بر کسانی استفاده کرده میشد که بر دروغ دعوا میکنند. یعنی آیا ندیدی کسانی را که بر دروغ دعوا میکنند که آنها ایمان آورده اند به آن چی که به سوی تو نازل شده است و به تو و به پیش از تو بوده ها نازل شدند و بعد از این میخواهند که تحاکم به سوی طاغوت بکنند، در حالتی که الله امر کرده بود که کفر ورزند. در اینجا الله سبحانه و تعالی چخیلی که شیخ محمد امین شنقیطی در زیر این آیت میگویند و چخیلی که شیخ حمود ابن عقل شعیبی در تفسیر این آیت بیان میکنند، میگن که کلمه یزعمون در دوامش میگن اذ لو كانوا مؤمنین حقا، اگر اینها در حقیقت مؤمن حقیقی می بودند لما عبر عن ادعائهم الایمان بالزعم. پس از ایمان اینها الله سبحانه و تعالی به کلمه زعم بیان نمی کرد. اگر اینها مؤمنی حقیقی می بودن الله اینها را یزعمون نمی گفت، برای که کلمه یزعمون زعم دل على انتفاء حقیقت الایمان بالله میگن. همین کلمه زعم این میگن دلالت میکند
بر انتفاع یعنی نابود شدن حقیقت ایمان به الله است. زیرا همون وقتی که کلمه از عموم استفاده برده می شود این معناش همین است که یک انسان همون ایمان رو ندارد و لیکن دعوا دارد که ایمان دارد. و همین سخن را عیناً شیخ محمد امین شنقیطی هم گفتند. پس بدانید که الله سبحانه و تعالی در سوره کهف آیه 26 میگوید ولا یشرک فی حکمه احد. در حکم الله هیچ کسی را، یگان نفری را، یگان کسی را شریک قرار ندید. محمد امین شنقیطی به نهایت زیبا سخن میکنند و میگویند که رحمه الله فالاشراک بالله فی حکمه کالاشراک به فی عبادته. پس شریک قرار دادن به الله در حکمش به مانند شریک قرار دادن به الله در عبادتش است. معنای این سخن چیست؟ البته این سخن رو همه علما میگند. شیخ حمود ابن عقل شعیبی هم میگند، علی ابن خضیر خزیر هم میگند و همین سخن رو فوزان هم، صالح الفوزان هم گفته است و شیخ کاود هم، و شیخ کاود از ابن باز هم روایت میکنند. ببینید شیخ کاود از ابن باز هم روایت میکنند که شیخ ابن باز هم این سخن رو گفته است. میگن که هر کسی که به حکم غیر الله حکم میکند این مشرک است. این به مانند همون کسی است که گویا که به قبر سجده کرده است. یک کس رود به قبر سجده بکند و یک کس رود به حکم غیر الله حکم میکند. آیا در شرک به هم دیگر فرق دارد؟ هیچ فرقی ندارد. هر دوش یک مشرک است، هر دوش کفر است. البته که در نزد جهمی ها دیگر چیز است، ما لیکن دین صحیح رو به شما بیان کرده است. در دوام شیخ علامه محمد امین شنقیطی رحمه الله میگویند وقال في الاشراك به في عبادته. الله در شریک قرار دادن در عبادتش هم گفت، چلی که در سوره کهف آیه 110 آمده است. الله میگوید فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. در آخر آیت گفت که در عبادت الله یگان کسی را شریک قرار ندید ولا یشرک بعبادت ربه. پس هر کسی که میخواهد، امید دارد، رجا دارد لقاء ربش را، پس عملی صالح را انجام بدهد، از عملهای صالح انجام بدهد و در عبادت ربش هیچ کسی را شریک قرار ندهد. یعنی الله به من شما بیان کرده است که در عبادت الله هیچ کسی را شریک قرار ندید، در عبادت الله مشرک نشوید. در آیت دیگر گفته است عیناً همین سخن را که در شرک بگوید در شرک حکم واقع نشوید، یعنی که در حکم الله کسی را شریک قرار ندید ولا یشرک فی حکمه احد. و در حکم الله کسی را شریک قرار ندید ولا یشرک بعبادت رب احد. و در عبادت الله کسی را شریک قرار ندید. یعنی هر دوی همین آیت حجت است که حکم کردن به غیر حکم الله شرک است و عبادت کردن غیر الله شرک است و هر دوش نوع شرک است. کی میگد؟ علامه های اهل سنت و جماعت گفتند. این جهمی ها چی؟ این جهمی ها این علامه های اهل سنت را خوارج میگن. اینا این جهمی ها فکر میکنن که ما از خودمون صحبت میکنیم، ما از خودمون صحبت نکردیم. در دوام شیخ میگن که فالامران سواء كما ترى ایضاحه ان شاء الله. پس هر دوی چیز برابر است. فالامران هر دوی امر، حکم کردن به حکم غیر الله شرک است و عبادت کردن غیر الله شرک است، هر دویش برابر است. پس وبذلك تعلم ان الحلال هو ما احله الله. پس در دوام سخن دیگر سخن ها را میکنند. بارک الله فیکم. بدونید علما بیان کردند از سلف این امت
تا امروز علما بیان کردند. اما این جهمی ها، گمراه گشته ها، عاقبت امرشان همین طاغوت پرستی است. باز میگویم خلاف من ابو محمد مدنی با این جماعت جهمی ها خلاف حرف بازی، حرکت بازی نیست، خلاف در اصول است. اینها به مشرک عذر میدهند و علمای اهل سنت و جماعت به مشرک عذر دهنده ها را حکم شدید میکنند. اعوذ بالله، پناه به الله از این گمراهی. اینها خطر شدید دارند به ایمانی انسان ها. سخنهای اینها خطر شدید دارد. علما میگویند هر کسی که مشرک را دیده و دانسته مشرک نگوید مشرک است. این شکننده اسلام است. حتی شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب هم در شکننده اسلام سومش را ذکر کردند. به اجماع علما گفتند هر کسی که مشرک را مشرک نگوید یا مذهب مشرک را صحیح بگوید یا که شک در مشرک بودن مشرک بگوید کافر است. چرا؟ برای اینکه علما میگند برای اینکه این حال توحید را نفهمیده است، حال شرک را نفهمیده است. این الله و رسول گفته الله و رسول را دروغ گفته است. پس این جهمی ها حالشان همین است که حالا توحید را نفهمیدید، حالا شرک را نفهمیدید. حقیقت شرک در نزد اهل سنت و الجماعت چی است و حقیقت توحید در نزد اهل سنت و الجماعت چی است شما نفهمیدید. بیچاره ها بیاموزید و مقصد از آموختنتون غرضی دنیا نباشد بلکه نائل شدن به حق باشد. شیخ محمد امین شنقیطی رحمه الله میگن که هر کسی که کور و نابینا نباشد برای او حالت این دولت‌های کفری معلوم است. سبحان الله، چقدر سخنی بزرگ. هر کسی که بصیرتش نابینا نباشد، هر کسی که دلش هم کور نشده باشد، بله معلوم است. اما چی برسد که امروز انسان‌ها چنان کور و نابینا شده اند که دفاع از طاغوت میکنند، طاغوت پرستی میکنند و دفاع از طاغوت میکنند و به سوی طاغوت دعوت میکنند که این وظیفه همین جهمی است. الله خودش ان شاء الله در نزدیکترین فرصت حالت شما را تغییر بدهد و خوار و ذلیلتان بکند و به سوی توحید بازگرداندتون. اما وقتی که توحید را نخواستید، حقیقت را نخواستید، الله سبحانه و تعالی منهج شما را همراه خودتان نابود بکند که مردم را به طاغوت پرستی دعوت میکنید. پس با همین برای طولانی نشدن این قسم صحبتمون را هم به پایان میرسانیم. بارک الله فیکم.